یکی از جالبترین و در عین حال پیچیده ترین مباحث توی روانشناسی مفهوم تاب‌آوریه. تاب‌آوری به توانایی فرد تو مقابله با بحران‌ها و چالش‌های زندگی اشاره داره. اما سوال اینجاست که چرا بعضی از افراد تو شرایط سخت و بحرانی از دیگران مقاوم‌تر و پایدارترن؟ چرا بعضیا در برابر مشکلات خم میشن اما نمیشکنن؟ توی این ویدیو میخوام به بررسی یکی از مطالعات مهم دکتر تریسی هاجینسون، پژوهشگر معروف تو زمینه تروما و تاب‌آوری بپردازیم و ببینیم که چطور برخی از افراد با تاب‌آوری بالا میتونن از بحران‌ها به خوبی عبور کنن. دکتر هاجینسون توی تحقیق جامع اومده به بررسی ویژگی‌هایی پرداخته که افراد تاب‌آور دارن. اونا کسانی هستن که به رغم مواجهه با مشکلات بزرگ نه تنها آسیبی نمی‌بینن، بلکه از این بحران‌ها به عنوان فرصتی برای رشد هم استفاده می‌کنن. در واقع اونا تو شرایط دشوار بیشتر از بقیه رشد می‌کنن و از هر لحظه درسی می‌گیرن. اما بریم سراغ ویژگی‌های برجسته‌ای که این افراد دارن. اولین ویژگی اینه که اونا واقعیت رو میپذیرن به همون صورتی که هست و از انکار کردن پرهیز میکنن. یکی از مهمترین ویژگی‌های افراد تاب‌آور تواناییشون تو پذیرش واقعیت هاست. این افراد به جای اینکه مشکلات رو انکار کنن یا از مشکلات فرار کنن، با اونا روبرو میشن. این افراد توی بحران‌ها به جای اینکه بگن این اتفاق نباید میافتاد یا چرا برای من افتاد، میگن این واقعیت فعلیه، من باید باهاش کنار بیام. حالا که دیگه این اتفاق افتاده، من چه کار میتونم بکنم؟ مثلا فرض کنید که توی شغل خودتون با یک بحرانی مواجه میشید. یه فرد تاب‌آور به جای اینکه منتظر باشه تا این مشکلش خود به خود حل بشه یا اصلا نادیده بگیردش، تصمیم میگیره که گامای عملی برای حل کردنش برداره و به خودش کمک کنه تا از این موقعیت عبور کنه. دومین ویژگی که این افراد دارن پذیرش عواقب تصمیمات و انتخاب‌های خودشونه. افراد تاب‌آور مسئولیت کامل تصمیمات خودشون رو میپذیرن. اونا نمیخوان دیگران را به خاطر اشتباهات یا انتخاب‌های اشتباه خودشون سرزنش کنن. اونا به جای فرو رفتن تو نقش قربانی و سرزنش کردن دیگران، با شفقت و درک کامل میرن سراغ جبران کردن. توی این روند اونا نه تنها به دیگران بلکه به خودشون هم احترام میذارن. سومین ویژگی اینه که اونا توانایی پایش خودشون رو دارن و خودنظارتی بالایی دارن. یعنی چی؟ افراد تاب‌آور توی بحران‌ها خودشون رو تحت نظارت دقیق قرار میدن. این یعنی این که اونا همیشه آگاهانه رفتار، افکار و هیجانات خودشون رو زیر نظر دارن و به جای اینکه اجازه بدن هیجاناتشون اونا رو هدایت کنه، خودشون توانایی مدیریت واکنش‌ها و خواسته‌های خودشون رو دارن. این افراد به دقت درک میکنن که واکنشاشون چه تأثیری روی زندگی خودشون و اطرافیانشون خواهد داشت. ویژگی چهارم اینه که اونا توی گذشته معنا پیدا میکنن اما توی گذشته نمیمونن. افراد تاب‌آور قادرن از گذشته‌های سخت و تلخ خودشون درس بگیرن. به جای اینکه توی دردهای گذشتهشون غرق بشن، سعی میکنن از این تجربه‌ها معنای مثبتی پیدا کنن و اونها رو به عنوان بخشی از مسیر رشد و یادگیریشون ببینن. برای اونا هر چالشی که تو زندگی پیش بیاد یه فرصت برای ارتقا و رشده. به جای اینکه توی گذشته گیر کنن، از اون به عنوان ابزاری برای ساختن آینده بهتر استفاده میکنن. ویژگی پنجمشون لمس هیجانات و تمرکز منطقی روی مسائل. افراد تاب‌آور به خوبی میدونن که نباید احساساتشون رو سرکوب کنن. اونا قادرن احساسات و هیجانات خودشون رو لمس کنن و تجربه کنن، اما در عین حال با استفاده از ذهن منطقی خودشون سعی میکنن مشکل رو از زوایای دیگه هم ببینن. این افراد قادرن با دیدگاه‌های مختلف به یک بحران نگاه کنن و راه حل‌های مؤثری پیدا کنن. ششمین ویژگی اونها مدیریت بحران و حل مسئله است. یکی دیگه از ویژگی‌های افراد تاب‌آور اینه که به جای اینکه بحران رو فقط احساس کنن، به دنبال راه حل‌های عملی میگردن. اونا هنگامی که با یک چالش و مشکلی مواجه میشن، به جای اینکه توی هیجاناتشون درگیر بشن، به طور منطقی سعی میکنن تا مسئله رو حل کنن. این افراد نه تنها به تحلیل و ریشه یابی مشکل میپردازن، بلکه برای حل اون برنامه ریزی هم میکنن. و در نهایت ویژگی هفتم و آخر اونا اینه که از گذشته درس میگیرن.
نه اینکه توش گیر کنن. افراد تاب‌آور هیچگاه اجازه نمیدن که بحران‌ها یا مشکلات گذشته روی رفتار فعلیشون تأثیر منفی بذاره. اونا به عقب نگاه میکنن، اما نه به منظور غرق شدن تو احساسات منفی، بلکه برای اینکه بفهمن چی باعث شده که شرایط به اینجا برسه. اونا از این تجربیات برای بهبود آینده و تصمیم‌گیری‌های بهترشون استفاده میکنن. در نهایت اینکه افراد تاب‌آور به جای اینکه بحران‌ها رو تبدیل به کوه‌هایی از خشم و درد کنن، اونها رو به فرصت‌های جدیدی برای رشد و یادگیری تبدیل میکنن. تاب‌آوری یه مهارته که شما میتونید اون رو یاد بگیرید و تقویتش کنید. پس اگه در برابر مشکلات زندگی قرار دارید، به خودتون یادآوری کنید که شما هم میتونید از این ویژگی‌ها استفاده کنید و به فردی تاب‌آور تبدیل بشید.